سوال دیگر برادران عزیز و گرامی، شما گفته بودید که حضرت علی رضی الله عنه با اهل قبرستان مراجعت کرده بود. خواهش میکنیم حاجی بابا یک بار دیگه همون را برای ما تکرارا گپ زنید. ما در یک دورای خطیبیم، من یک قصه حضرت علی را کرده بودم. کدام برادر ما خواستند که همون چیزا ما دویم باره باز آگاه تون کنیم که ما حضرت علی وقتی نزد قبرستان رفت چی گفت، برای شما هم را آگاه کنم. میگه حضرت علی میگه وقتی که خانومش حضرت فاطمه را قبرستان دا گذاشت، یعنی وقتی از دنیا گذشت، پگاه میگه وقتی آفتاب بلند شد، جنت البقیع جایی ده که بسیاری از صحابه ها اونجا دفن بودن، میگه نزد قبر حضرت فاطمه آمد برای در حقش با دعا کردن. بعد میگه به قبرستان حضرت علی هم خیلی نگاه کرد. ولی من گاه میگم که شما قبرستان ها بسیار روین، زیرا که هم در حق برادراتون دعا میکنین و هم قبر دیدگی آدم با یک فکرش دیگر میشود، مقصدش دیگر میشود، هدفش دیگر میشود، مردنش به یادش میآید. برای که هرچی آدم همین قبرم آدم تربیه میکنه. تربیه به معنایی که ای بسیاری همون جهل و جاهلی و کتگی و همون بی اهمیتی و بی پروایی با قبر مقصد آگاهت میکنه. برای همین وقتی که میگه آمد نزد قبرستان حضرت علی، بعد میگه طرف قبرستان گشت و با آواز بلند میگه طرف هم مرده ها چی گفت السلام علیکم یا اهل القبور، ای کسانی که امروز پیشتر از ما خانه آخرت آمدین، درود و رحمت بر شما باد. میگه حضرت علی هم چون در حقشون دعا کردن. برادرها وقتی قبرستان آدم میرود، موافق سنت پیامبرمون وقتی داخل قبرستان که شدیم، السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین و المسلمین و ان شاء الله بكم لاحقون اسأل الله لنا و لكم العافیه. انا میره باید هر کدامتان درود و رحمت بر این شهری که یعنی قبرستان در نظر دارد و این دیاری که در اینجا برادرای ما مادرای ما خوابند، درود و رحمت بر همه شما باد. شما آگاه باشید، پیامبر گفته سی آگاه باشید، من امروز با شما پیوست می شوم و الحال که با شما پیوست نیستم، الحال که زنده ام، برای شما عافیت می خواهم، برای شما راحت خانه قبر می خواهم، برای شما دعاگو هستم. ایره هر کدامتان در قبرستان باید انجام تین. بعد وقتی که آمدین نزد مرده تانده، در نزد همون راست سینه مرده تان نشینین و شما چیکار کنین؟ آیتی را از قرآن تلاوت کنین در حق اون نفر و در حق جمعی مردگانی که هست. شما برادران عزیز در حق او ببخشید. ولی بسیار آدما میگن که خواندن آیت قرآن در نزد قبر، امام ابو حنیفه گفته است که ممکن نیست. بله، اینجا دیگه نازکی داره، امیره بدانید. سخن ابو حنیفه دیگر چیزه یا مذهبش دیگر چیزه. میدونین وقتی ابو حنیفه گفت نزد قبر خواندن آیت ممکن نیست یا مکروه است، امام محمد شاگردش میگه که نزد قبر آیت قرآن خواندن مستحبه، ثوابه.
و همه مذهب فتوا به قول امام محمد دادن. گفتن امام محمد فتوا به قول او است. این یکی از برادرای عزیز، یکی از دموکرات مذهب ابو حنیفه است که ببینید که یعنی تمام مجتهدای مذهب ابو حنیفه که قول امام محمد وقت سنجیدن و دیدن گفتن که حق به جانب سخن امام محمد است و فتوا به قول امام محمد دادن. برای همین مذهب ابو حنیفه چیز دیگر است، ببینید سخنش چیز دیگر است. وقتی حضرت علی آمد بعد قبر خانومش فاطمه را زیارت کردن، میگه طرف قبرستان هم خیلی نگاه کرد و تمام همون مرده ها یک سخنی یا مراجعت کرد. چی مراجعت کرد؟ گفت اموالکم قسمت و دارکم سکنت و نساؤکم نکحت. گفت بر همه شما خبر من این است، بدانین زمانی که شما دنیا را پدرود گفتین خانه قبر آمدین، مالهای را که به زحمت، پولهای را که به زحمت جمع کرده بودین، اونها را گفت تقسیم کردن. برادر عزیز بینین خوش به حال آن کسانی که با مالهای در دنیا داشتشان معامله خوب میکنن، نظم میکنن، میتونن. گفتی حضرت شیخ سعدی که به دنیا توانی عقبا خری، بخر جانی عزیز ورنه حسرت خوری. میتونی که با مبلغت آخرت بخری، یعنی صرف کو، از مالت احسان کو، صدقه کو، زکات بده و از اینجا ایستاده آخرت خریده میتونی. حضرت علی ربی چی میگه؟ ای کسانی که در خانه قبرین، اون مالهای جمع کرده تانه تقسیم کردن. و دارکم سکنت، او خانه را که چندین سال زحمت کشیدی و مهنت کردی و چقدر بگیم پیشترینی شرایط در او خانه آماده کرده بودی، در اونجا نفر دیگر زندگی دارد. و نساؤکم نکحت، او زنی را که تو در نکاح در آورده بودی امروز زن دیگر نفر است. حضرت علی چی گفت؟ سه چیز گفت. مالها تانا تقسیم کردن، خانه ها تانا صاحب پیدا کردن، زنها تان شوهر کردن. بعد این میگه اندک ایستاد و حضرت علی گفت اگر این اهل قبرستان زبان داشته باشند میدانین که در جواب این سخن من چی میگویم؟ گفتن نه حضرت. گفت این حرف ها را میزنن. چه حرف بود است؟ میگفتن که ما اکلنا ربیحنا و ما قدمنا وجدنا و ما خلفنا حسرنا. در جواب این سه سخن حضرت علی گفت که اینها سه جواب بر من میگفتن. سه جوابشون چی است؟ یکم ما اکلنا ربیحنا. ای علی، هر کسی که از دادگی خدای مهربان تناول کرد، یعنی خورد، پوشید، استفاده درست برد، راحت شد در اینجا یافت. دوم و ما قدمنا وجدنا، هر کسی که از دنیا ایستاده
برای خانه قبرش پیشکی توشه هاش روان کردن گرفت، اینجا در دریافتشان آمد که همش همینجا هستن. او صدقای کرد ثوابش در همونجا، نمازهای خوان ثوابش در همونجا. بین هر کاری نیکی را که کرد ثوابش در این خانه قبر یافت. 3 و ما خلفنا حسیرنا، آن کسی که نخورد نپوشید، دست کسی را نگرفت، بندگی خدا را نکرد، حسیرنا اینجا در اهل حسرت های، اهل پشیمان، اینجا دیگر بسیار خجالت زده. در جواب این 3 سخن این 3 جواب گفت اگر قبرستان زبان می داشت این را برای من می گفتن. چی می گفتن؟ ما اکلنا ربیحنا و ما قدمنا وجدنا و ما خلفنا حسرنا. خوردگی ها مانا، دادگی ها مانا، کردگی ها مانا راحت شدیدیم. هر کاری نیکی را که در حیات کردیم در داخل قبر یافتیم و از هر چیزی که ما را می گفتن نکردیم پشیمانیش به خانه قبر آوردیم. این بود برادرای عزیز سخنی را که حضرت علی گفتن. من میتونم در گرد این با شما 1 ساعت صحبت کنم، ولی انشاءالله برای آدمی با فهم خودش معلوم است که دانین که وقتی دنیا را پدرود گفتین گفتی حضرت علی می شود، مالهاتان تقسیم می شود، خانه هاتان صاحب می آبد، زنهاتان شوهر می کند. و هر کسی که در خانه قبر باشد اون 3 جواب را که حضرت علی گفت اگر زبان می داشتن انا همین سخن می گفتن که با دادگی خداوند نیک رفتار کردیم، خوردیم، پوشیدیم، دیگرها را خوراندیم، دیگرها را پوشانیدیم، راحت شدیدیم. چیزی را که در دنیا برای خانه آبادی قبرم بد روان کردم اینجا یافتم شد و چی کاری را که گفتن نکردم پشیمانیش در همینجا دارم. الله مهربان توفیق منتید که ماها هم اگر مالدار باشیم با مالهامون نیکو رفتار کنیم، اگر بیمال هم باشیم خدای مهربانی تنی صحت من که داده، عقل من داده، بندگیش به جا بیاریم تا که خانه قبر که رفتیم ما پشیمان نباشیم. ابوبکر صدیق می گفت من دخل قبر بلا زادین فکأنما رکب البحر بلا سفینه. کسی خانه قبر می درآید و با خودش دستگیر ندارد، توشه ندارد، مثل آدمی است که در بحر می افته و سواره ندارد. حضرت عمر می گو عز دنیا بالمال و عز الاخره بصالح الاعمال. در دنیا 4 تنگه داشته باشی عزت می آوی، لیکن در آخرت عملهای صالح کردگیتان برای شما آبرو و عزت است. خداوند عاقبت ما به خیر کنه، ایمانمون با سلامت نگه دارد. آن چیزی را که من در این سوال جوابها به شما بیان کردم خداوند از اجرش از ثوابش همه ما و شما را برخوردار گرداند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.